امروز 9 اپریل است و شما برنامه خبری رادیو زودی را تماشا دارید. من شالوی گلخوجه 15 دقیقه دیگر همراهتان خواهم بود. نخست به سرخط موضوع روز توجه کنید. به مکان نرسید و یا عاقبت نبودن راه مناسب، صدمه مدهش در جنوب تاجیکستان باعث هلاکت و جراحت برداشتن چند نفر شد. جلالدین محمودов بعد رهایی از محبس از وضع داخل زندان، خورد و خوراک و مناسبت زندانها با رادیوی آزادی قصه کرد. وقتی که تغییرات کادری شد در سیستم خب همون سرریاستی محبس خانه واقعا میشه از این صحبت بگیم که 100% همه تغییرات ها هست. عمرشان را درختان ادامه میدهند. باغبان توجیک به یاد 4 جوانگرد خارجی کشته شده در باغش نهال سبزاند. زردالوی پیشپزکی توجیکی است که این زیاده از قریب 70-80 سال عمر میبینند. صدمه ماشین بارکشی اورال در ناحیه بالجوان ولایت ختلون جان دستی کم 5 نفر را گرفت و چند کسی دیگر را مجروح کرد. حادثه دیروز اتفاق افتاده است. میان هلاک شده ها زنان نیز هستند. زخمیان صدمه در بیمارستان قرار دارند. وضع آنها وزنی ارزیابی میگردد. شاهدان میگویند ماشین بارکش ضمن برآمدن به بلندی چپه شده است. جماعت دهاتی سر خسار کلانترین جماعت بالجوان به حساب میرود ولی راهی درست ماشینگرد ندارد. بنابراین ساکنان مجبورند جان خود را زیر خطر گذاشته با ماشین های اکثرا فرسوده زمان شوروی رفت و آمد کنند. قاسم جومرت توقیف اجرا کننده وظیفه پرزیدنت قزاقستان روز 9 اپریل هنگام مراجعه تلویزیونی به مردم گفت انتخابات روز 9 ایون برگزار می شود. توقیف انتخابات آزاد و منصفانه را کفالت داد اما نگفت که خود او در این انتخابات نامزد خواهد شد یا نه. توقیف 20 مارس یک روز پس از استعفای غیر منتظره نورسلطان نظربایف رئیس جمهوری موقت قزاقستان انتخاب شد. نظربایف 78 ساله که تخمینا 30 سال رهبری قزاقستان را بر عهده داشته است، همانا سروری شورای امنیت قزاقستان و حزب حاکم نور-اوتان را در اختیار دارد. رو می‌ریم به موضوعهای دیگر. جلالدین محمودов عضو سابق ریاست عالی حزب حالا در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی 10 ماه پیش از مهلت به آزادی برآمد. محمودov 64 ساله ماه ایولی سال 2015 به اتهام غیر قانونی نگاه داشتن سلاح بازداشت و به 5 سال زندان محکوم گردیده بود. میرزانبی خالقزاد با جلالدین محمودov امروز صحبت ویژه داشت و نخست از او درباره چگونه صورت گرفتن رهایی‌اش پرسید. من اصلا پیش از اون که جواب بودن 4 اپریل 10 دقیقه پیش خبر کردن. همگی 10 دقیقه. همگی 10 دعوت کردن. بعد نصف روزی بود. من پیشینه خونده بودم، خوراک نصف روزی خورده بودم. تصمیم داشتم که کمتر استراحت میکنم. که گفتن که مأموری دعوت میکنن شما را. گفتم کی را دعوت میکنن؟ گفتن محمود جلال‌الدین. باید میدونم اون اتاق سرمزم بیرونش ایستاده چند قدم ماندن تبسم کرد. بعد ما اونجا میایم خودمون را شناس میکنیم محکوم شده فلانی و خیلی یک چیز شناسنامه داریم همون را نقل میکنیم اول و دستک هم سلام نمیکنیم. ولی ما اومدم باید که یکون 2 قدم ماندن خودم معرفی میکردم کیوم اینا همه ماندگی کمتر تبسم کرد و دستش دراز کرد سلام کرد. گفتم که همه اینا الکی چیزی هستن که چیزایی نوان. سلامتون چیه؟ امروز ما شما رو در بیمارخانه قره‌بالو واخوردیم و اینجا صحبتی ابتدایی کردیم. سلامتیم میشه بگیم که 100% خوبه. یگان مشکلات در سلامتیم نیست. فقط چون ما حدود 4 سال و 2 ماه در محبس بودیم یگان رنگین و یگان اوزی و یگان انالیز سپوری و یگان کار کردگی نبودم. خب همیشه برام آمدم تصمیم همین است که یک بار خودمون را تشخیص کنیم همه اوضاع داخلی و بیرونی مون. تقریبا 1-2 هفته یا 3 هفته قبل از اون که شما به آزادی برای در این محبس رقم 4 واقع در محله یکم سویتسکی هر گونه سر و صداها برخواسته بود. محبوسان را جا و ناجا لطکوب میکنن، اذیت میگن، شکنجه میکنن، از اونها پول میستونن. همون کسایی که میخوان که از بعضی خبرها آگاهی داشته باشن یا رادیو دارن یا که چند گزیت. من هر چیزی را که از مطبوعات خودم از رادیو یا گزیت نشنوم و نخونم باور نمیکنم. هم دهن مردم بعضی خبرها هم خیلی بود که
گویا که کدام اوضاعی در بیرون شدگی یا مفصل و بگیم مشخص نمیتونستم بگن، نمیدونستم. ولی در درون واقع داشتن همین حرفای ادعایی که در اونجا میره. حالا من نمیدونم که چه ادعا رفته بود. اینجا گفتن که لاتکو میشدن، باش از شیزا و KPP اینجاها برده میشدن، با هر گونه بهانه از اونها پول میستونده میشد از همه خیلی. من اگر از نام خودم گپ بزنم همون هر جایی که لازمه من در مدت 4 سال و 2 ماه بودم یعنی ایویس سیزا و کامرا و ما از هر جا بودم. خب اوناش علاهده دیگه چیز نه که در همین مؤسسه که من بودم. البته وقتهای اخیر وقتی که تغییرات کادری شد در سیستم خب همون سرریاستی محبس خانه واقعا میشه از این صحبت بگیم که 100% همه تغییرات ها هست. این چیزی مثلا همین که گویا پولگیری باشه در جای ملاقات برای که مردم ملاقات میان با عائله‌هاشون، اونجا ملاقات ها میشن کوتاه مدت و دراز مدت. کوتاه مدتش چند دقیقه همون از پس شیشه تلفن خطی، دراز مدت 4 ساعته داره و 2 شبانه روزه داره. این وقت‌های اخیر 3 شبانه روز شد، اونم علاوه ممکن قید کنم. همین زمانی که منصور جان آمد است عمرو همین چیزا نیستن همین پرسیتونی و همین. در ادامه صحبت با میرزونبی خالقزاد جلالالدین محمودов نقل کرد که بعد اشوب نوکومی عبدالحلیم نظرزاده مناسبت نسبت اعضایان بازداشت شده حزب ممنوع نهضت اسلامی در زندان چگونه بود؟ اگر برای شما جالب است پس صحبت مفصل را در آزادی ویدیو تماشا کنید. این برنامه خبری رادیو آزادی است و معمولا در فصل بهار در مناطق کوهستانی تاجیکستان موارد زیادی ریزش ترمه و جاری شدن سیل ثبت می شود که خسارات زیادی را در پی دارد. ولی امسال ساکنان دوشنبه نیز از باران و سیل در هراسند، زیرا به گفته آنها بارانگری های شدید آخر هفته گذشته نشان داد که پایتخت هم در برابر این گونه حادثه ها آسیب پذیر است. عبدالله اشورف موضوع را ادامه می‌دهد. هوای دوشنبه امروز معتدل شده است. همین گل‌های شسته خیابانی اند که درک از بارشات شدیدی چند روزی پیش می‌دهند. ماراها پری آب دخترک‌ها بچرا پالیچ کرده داره و می‌گشتن. ساکنان می‌گویند آن شام در خیابان‌های شهر دریا جاری می‌شد. دریای از آب و گل که گشت نقلیات را در حدود شهر محدود کرد. سیل اومده بود، رنگش خیلی کلوب اومده بود. ساکنان در شبکه‌های اجتماعی نوشتند که شب در کوچه ماندند و کار نقلیات جمعیتی محدود شد. آب تا حد زیاد شده بود که حتی داخل ماشین ها رو هم پر کرده بود و ماشین ها اصلا نمیتوانستند حرکت کنند و به همین خاطر هیچ اکثر راننده ها قبول نمیکردند، یعنی بله ریسک نمیکردند. الهام جان شریفوف راننده تاکسی است. او میگوید در بعضی کوچه های شهر دوشنبه در روزهای بارانی ماشین راندن مشکل می شود. پایان آب ندارد، مثل آب رفتن و هم خیلی جوبه بسیار ترگی آب جمع می شود. شهرداری پیوسته برای آماده نبودنش به روزهای بارانی تنقید می شود. هر یک بارانگری شدید کوچه های دوشنبه را از آبی سیل پر می کند. سال به سال مسئله ریختن پایان آب در این شهر داغ‌تر می شود. آب جمع شده بود که دایی مو بسیار چیکار تمام قربان ملده اونجاش آب ملده مقامات گفتند در روزهای بارانی زیاده از 40 تکنیک را برای برطرف کردن خرابی ها و عامل های آن سفربر کردند. آب تو کلو کردن در کار یا تربه کلو موندن در کار یا که بلکتا خوب میکنه باشه. هواشناسان از مردم خواستند تا 2 روز دیگر احتیاط کنند، چون که بارشات زیاد می شود، سطح رودها بالا می روند و احتمال سیل فراید. در ادامه موضوع سیل و آبخیزی، کاربران آزادی ویدیو با فرستادن نواری از نویه وسه میگویند الکی 40 گکتار زمین های پخته و دهقانی ساکنان دهه شاهبیکه زیر آب ماندند. نویه وسه بین 2 دریا یاقسو و قزلسو جایگیر است. به قول مصاحبان رادیو آزادی، رخنه‌شوی ساحل 3 سال این جانب ادامه دارد و آب دریای یاقسو تا رفت به منزل های مردم نزدیک می شوند. با وجود شکایت های ساکنان تا هنوز مقامات برای انجام کارهای ساحل بندی دست به کار نشدند. مردم نگرانند که بارانگری های امسال می تواند برای آنها پیامد ناگوار داشته باشد.
بینندگان عزیز، رقم مخصوصی ما در وایبر و واتساپ همانا در خدمت شماست. اگر میخواهید خبر و عکس و نوار شما در برنامه خبری رادیو آزادی نشر شود، پس با ما تماس بگیرید. شماره تلفنی ما +420 724 056 681. در صورت دریافت خبر، عکس و یا ویدیو ما با شما تماس میگیریم و جزئیات را حتما از شما میپرسیم. در نویای واسه میمون منطقه‌ای که تابستان سال گذشته نقطه آخران سیاحت 4 جهانگرد خارجی شد. ماه ایول سال 2018 این جهانگردان مورد حمله تروریستی قرار گرفتند. باغبانی که چند ساعت پیش از مرگ این 4 نفر با آنها هم نشین بود، با یادشان نهال سبزانده است. تفصیلات را در گزارش مومن احمدی تماشا میکنیم. من در همین دخترک امریکایی رسمی ولسپیدا کشید، من در ولسپیدا کشید که با دوچرخه اومده. این آخرین پیام سیاحان است که به نظرخان باغبان چند ساعت پیش از مرگ نوشتند. همینجا هر کدامش در همینجا نام شد، دولت شد، من نوشت. میزوری میناتوری بعد انا رسمی من دیل من تاجیکستان، یعنی من تاجیکستان دوست می‌دارم. این سپاسنامه را لورن مناز کتابت کرده است که با معشوق خود جی آستین 29 ایول در دنقره قتل شدند. با گروه 7 نفره آنها در منطقه صفابخش 4 جوان که به گروه دولت اسلامی سوگند صداقت داده بودند حمله کردند. 4 نفر را کشتند و به 3 نفر آسیب رساندند. صد افسوس که همین حادثه ناخوش در همین ناحیه دنقره رخ داد. انا به نهایت ما غمگین هستیم. این اولین بهار است که لورن و جی نمیبینند، اما این دو دلداده در باغ نظرخان خارکشف دوباره زنده می شوند. همین زردالوی پیشپزکی تاجیکی است که این زیاده از قریب 70-80 سال عمر می‌بیند. من همین را به خاطر اوراق جی آستین از امریکا شنونده هستم. هر وقتی که من همین درخت سحر از خواب میخیزم و نمای همین درخت هم میبینم من خیال میکنم که با جی آستین امریکایی صحبت میکنم. این باغبان از ناحیه واسع به یاد 4 سیاه نهالها را به همان ترتیب شناند که قبل از فاجعه آنها سری دسترخانش نشسته بودند. من امریکایی بعد وای گلندیا بعد وای سوئد همین خیلی شیشتگی بودیم. من در بین نظرخان خارکشف میگوید سیاحان صمیمی بودند و رسم و رسوم مردم را رعایت میکردند. نام این زردالو گیاهان لاوران دخترک سر و قوش سیاه داشت با مانند همین تاجیک دخترها وری به نهایت صمیمی بود. این بهار در این باغ زردالوی جی آستین، لورن ان مناز، واکر رن ویلم، همل مارکوس می سبزند. باغبان تاجیک میگوید هر یک مخچه باز شده یک خاطره الهیده است که سیاحان آن روز در باغ او ماندند و رفتند. بگذارید نهالک‌ها هر بهار وقت سبز می شود ما فکر میکنیم که خیلی همون جوانایی که قربان همین تروریسم شدند و یا از امریکا بودند، از گلندیا، از شویچریا بودند و یا در دل ما جاودانه زنده هستند. و دسته منتخب نورسان زیر 15 ساله فوتبال تاجیکستان در بازی دومش در مسابقه بین‌المللی جام روی ابریشم هواشان در چین تیم نورسانی میانمار را با حساب 5-0 شکست داد. این مسابقه با شرکت دسته های منتخب نورسان 4 کشور قرقیزستان، میانمار، تاجیکستان و چین روز 10 اپریل به پایان می رسد. به این ترتیب بعد نتیجه گیری 2 دور مسابقه در جدول دسته های منتخب نورسان تاجیکستان و چین که 3 امتیازی دارند پیش صفند. با در نظر داشتی تناسب بهتری توپ‌ها تاجیکستان در جایگاه اول و چین در جایگاه دوم قرار دارند. و با این خبر برنامه امروز را بینندگان عزیز انجام میدیم. شما تا نشر نوبتی برنامه خبری امکان دارید فردا صبح بر وقت نوید بامدادی را تماشا کنید. در این برابر آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب با نوارها و گزارش‌های جالب دارد. وبسایت رادیو آزادی www.azadi.org نیز در خدمت شما عزیزان است. تا ملاقات فردا، خدا نگهدار.